بینندگان عزیز، دیروز در تمام مکتب‌های کشور زنگ آخرین صدا داد. مکتب مکانی مقدس است. در آن آینده مملکت نسلی جوان نشء و نما می‌یابد و علم می‌آموزد. با تعبیر پرزیدنت مملکت گوییم جوانان تکیه‌گاه ما، فاندی طلایی ازبکستانی نو، گنجینی بی‌بها میباشند. واقعا هم جوانان امروزه سازنده احیای نو در ازبکستان به شمار میروند. یادی شما یا در مغز جانم، با هم بیایم با هم نشینیم، از باغ دیدار شادی بچینیم، شادی بچینیم. کی خواندم من با شمایان در مکتبی مهر، از علم و عرفان با هم بخواندیم، درسی صداقت با هم بخواندیم، درسی صداقت، درسی رفاقت، در یک دبستان، درسی رفاقت، در یک دبستان. ای هم صنفانم دوستان جانم، یادی شمایان در مغز جانم، با هم بیایم با هم نشینیم، از باغ دیدار شادی بچینیم، شادی بچینیم. قصه خانه از دفتر یاد، با قلبی پزمان با خاطری شاد، از زنگی اول تا زنگی آخر، از زنگی اول تا زنگی آخر، آهنگی اول آهنگی آخر، آهنگی اول آهنگی آخر. ای هم صنفانم هم مکتبانم، یادی شما یا در مغز جانم، با هم بیایم با هم نشینیم، از باغ دیدار شادی بچینیم، با هم بیایم با هم نشینیم، از باغ دیدار شادی بچینیم، شادی بچینیم.
بیننده نکته سنج، این لحظه ما درباره چاره‌بینی‌های تنتنوی که در ناحیه سوخ بخشیده به زنگ آخرین برگزار گردید حکایه می نماییم. واقعاً از لحظه های ناتکراری 11 سال حیات مکتب دور شدن خیلی مشکل است، اما باوری خوانندگان ختم کنندگان مکتب های ناحیه سوخ به آینده خیلی استوار است. طبیعی است که پیام تبریکی سرور دولت به ختم کنندگان عامل مهمی روح بلندی من بعدی جوانان و مساعدت آنها برای رسیدن به هدفهای بزرگ خواهد بود. چشمه سرشار علم از آستان مکتب است. مرغ مستی آرزو از آشیان مکتب است. عقل و دانش، علم و عرفان، چشمه مهر و کتاب، بحری ما خدمت رسان از گنج کان مکتب است. انا امروز در تمام گوشه کنار کشورمان زنگ آخر جرنگا زده ایستاده است. به همه 11 ختم کنندگان تنی صحت خاطر جمع و به دانشگاه ها داخل شدنشان را خواهانیم. طوری که خبر دارید چند پیش سرور جمهوری ازبکستان در جمع آمد ویدیو سلکتوری بر رشد ساحه تعلیم بخشیده شد و مسئله مضمونناک گذرانیدن وقت خالی خوانندگان مکتب در دوام تعطیل 3 ماهه علیحده ایستاده گذشت. دستور داد که برای در تعطیل تابستانه به مکتب جلب کردن خوانندگان وقت خالی آنها را مضمونناک گذرانیدن، محفل و کورس های رپیتیتوری بی پول تشکیل نمودن همه شرایط فراهم آورده شود. در ناحیه سوخ الکی برای اجرای سپارش مذکور مکتب رقم 21 آمادگی دیده در اینجا همه شرایط فراهم آورده شده است. از این جهت در دبستان مذکور سمینار برگزار گردید و در آن جانشینان دیرکتور مکتب ها اشتراک کرده از شرایط این دبستان بازدید نمودند. هر یک روزی تعطیل را در حدود مکتب خودشان با جلب کردن خوانندگان مکتب با ثمر میگذرانند. کمال معنوی خوانندگان به اعتبار میدهند. کارهای گوناگون تربیوی که مشغول میشوند. محفل های برای ماندنش توصیه کردند. گذراندن مسابقه های گوناگون سپورتی پیش بینی شده است. کورس های رپیتیتوری تشکیل کرده می شود. برنامه های فرهنگی با شعرخوانی، موسیقی، همین ها در جور تدبیرهای گذراندن تعطیل تابستانه توصیه کرده شد. اکنون با خوانندگان از روی نقشه های پیش بینی شده کار میکنند. در حقیقت در مکتب برای جلب خوانندگان مکتب و محفل های گوناگون در تعطیل تابستانه همه شرایط فراهم آورده شده است و الکی این محفل ها فعالیت خود را جانناک نموده بار دیگر خوانندگان مکتب را از روی شوق و هوسشان به اعضاگی محفل ها قبول کرده ایستادند. این تجربه در دیگر مکتب های ناحیه سوخ نیز از فردا جاری کرده می شود. در تمام مکتب های ریسپوبلیکا زنگ آخر صدا داد. خب تدبیرهای زنگ آخر چقدر که در چاره و تدبیرهای بیان گشته با روحیت بلند با یک کیفیت زیبا گذرانده شد. البته از یک طرف ما خرسندیم که باز یک چند نفر خوانندگان مکتب را تمام کرده به حیات مستقلانه قدم میگذارند. ما امیدواریم که آنها یک کادرهای نقش شده به خلق و وطن خدمت میکنند. در تعطیل تابستانه با ما وظیفه های مهم در پیش ما هست. ما باید یک چند کارها را به عمل برداریم. 90 روز مهم یک چند کارها باید به عمل برآورده شود. مقصد از این خوانندگان را در روحیه وطن پروری، در روحیه خلق پروری، در روحیه عائله پروری با یک دانش و علمی بلند سزاوار شدنشان را تامین کردن است. برای همین ما در این تعطیل تابستانه باید روزهای تعطیل خوانندگان را باید با مضمون تشکیل کردنمان شرط و ضرور است. در دوام 90 روز مهم در ساحه تعلیم که تنها در تعطیل تابستانه عمل می کند، تشکیل کورس‌های رپیتیتوری بی پول نیز برای خوانندگان صنف‌های بالایی مکتب‌ها در نظر داشته شده است.
طبق معلومات ها در تعطیل تابستانه و محفل‌های مختلف که در مکتب‌ها تشکیل می‌گردند زیاده از 17,000 نفر خواننده جلب کرده می‌شود. در تعطیل تابستانه همه گونه محفل‌های گوناگون فعالیت می‌برند. ما با این محفل‌ها اشتراک کرده وقتی خودمون را مضمون راگ می‌گذرانیم. دیروز در 33 مکتب ناحیه سوخ زنگ آخر صدا داد. طبق معلومات شعبه تعلیمی تا مکتبی و مکتبی ناحیه سوخ امسال زیاده از 1200 نفر مکتب عمومی تعلیمی را ختم نموده به حیات مستقلانه قدم گذاشته ایستادند. واقعا هم در هر دور و زمان جوانان نیروی پر اقتدار، بنیادکار و سازنده و پیشبرنده جامعه متمدن شناخته شدند. در تمام ساحه‌های مختلف جامعه جوانان کار و فعالیت داشته در پیشرفت علم و فرهنگ، اقتصادیات، سیاست، ورزش سهمی به اندازه می‌گذارند. در کشور عزیز ما قسم زیادی اهالی را جوانان تشکیل می‌دهند که این یک قوه خیلی عظیم در پیشبرد کارهای بنیادکاری و سازندگی است. در آوان مکتبخانه توجه بیشتر ظاهر نمودن دولت به جوانان بی سبب نیست، زیرا مکتب ته‌کرسی اساسی علم و معرفت، آموختن و رشد و نموی جوانان آینده ساز خلق و ملت است. جورگی‌هات میباتم، ششتا در برم گپ زدنات میباتم. ای جوره جون جورگی‌هات میباتم، ششتا در برم گپ زدنات میباتم. خالهای لبت اناری دونه دونه، هر لحظه تماشا کردنات میباتم، هر لحظه تماشا کردنات میباتم. جونم شود جنونه سوخته دلی بریونه، جونم شود جنونه سوخته دلی بریونه. مثل عروسی خونه جگر من میسوزونه، مثل عروسی خونه جگر من میسوزونه. برباده خدی تو علیف و قامتت شمشاده، این عمری جوانی در غمت برباده. جونم شود جنونه سوخته دلی بریونه، جونم شود جنونه سوخته دلی بریونه. مثل عروسی خونه جگر من میسوزونه، مثل عروسی خونه جگر من میسوزونه. شویم هم خونه، مجنون شدم بهر شما جنونه. کی ابری خدا شود
دلی بریونه جونم شود جونونه سوخته دلی بریونه مثل عروسی خونه جگرم میسوزونه مثل عروسی خونه جگرم میسوزونه طبیعی است که پس از ختم مکتب ختم کنندگان برای از خود نمودن علم و دانش و صاحب و کسب هنر گشتن به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها راه می‌گیرند. پس از امتحان‌های دولتی برخی از آنها به عنوان دانشجو صاحب می‌گردند. در این مسکن‌های عالی به آنها عالمان نامی تعلیم می‌دهند. در دانشگاه دولتی سمرقند به نام علیشیر نوایی بخشیده به 80 سالگی نماینده بزرگ مکتب ادبیات شناسی سمرقند، عالم برجسته، مربی خدمت نشان داده جوانان ازبکستان، صاحب اردن البرت حرمت، دکتر فنهای فیلولوژی پروفسور مصلح الدین محی‌الدینوف انجمن بین الخلقی داعی گردید. دانشمند زبردست، نمایشناس شناخته، ادبیاتشناس پرکار مصلح الدین محی‌الدینوف یکی از چهره‌های سرشناس دایره علمی و ادبی سمرقند میباشد. استاد محی‌الدینوف در یکی از خانواده‌های نامآور سمرقند باستانی چشم به دنیا گشادند و پدر آن کس قطب‌الدین ایشان محی‌الدینوف یکی از مؤلفان اساسی فرهنگ زبان تاجیکی، تهیه‌گر لغت تفصیلی آثار علیشیر نوایی و همچنین شاعر ذواللسانند که با تخلص قطبی و زبانهای تاجیکی و ازبکی شعر گفته است میباشند. در همین گونه خانواده شریف به دنیا آمدن یک جوانمرد بی سبب نبود و محض به همین سبب استاد مصلح الدین محی‌الدینوف در دوام عمر خود عمر بابرکت خود را و تحقیق قیاسی داستان‌های اولین خمسه های نظامی امیرخسرو جامی و علیشیر نوایی صرف نمودند. استاد محی‌الدینوف از جمله دانشمندان پرکار است که برای پیوند دو خلق، دو ملت، پیوند رابطه‌های ادبی فارسی و ترکی خدمت‌های شایان نمودند. در مورد مکتب ترجمه خوارزم، یعنی مکتب ترجمانی آگهی و مونیست که آثار ادیبان کلاسیکی تاجیک را به زبان ازبکی ترجمه نمودند. درباره تاثیر آثار بیدل و اشعار به ایجاد غفور غلام و همچنین درباره تاثیر امیرخسرو و محاکمه اللغتین نوایی تحقیقات‌های استاد تا امروز هم اهمیت علمی خود را گم نکردند. استاد هم در رشته ادبیات شناسی تاجیک و هم در رشته ادبیات شناسی ازبک شاگردان زیادی به کمال رساندند که این هم از بخت‌های استاد حساب می شود. در چاره‌بینی عالمان و دانشجویان شرکت ورزیدند. به طور فاصلوی صاحب جشن را عالمان از جمهوری تاجیکستان و ترکیه تبریک گفتند. انجمن بین الخلقی در روحیت وطن پروری برگزار گشته احترام اهل علم را در جامعه نشان داد.